درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم یکشنبه دویم ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه تاجیکستان 10 ساکن در روزهای مناقشه مرزی اسیر افتاده قرقیزستان را برگرداند. حسن اکبروف برای نجات جان شهرداری اسفره از تیر سنایپر خود را سپر کرد. MCS قرقیزستان گفت 87 خانه، 10 زاپراوکا و 8 مغازه را سوزاندند. مردم اسفره تامین خوراک سربازان چارکو را به دوش گرفتند. در سوختار و ترکش در اسپیچک 11 نفر جراحت برداشتند. در گذشت ایشان قلیچ از تبار ایشان بلای بلجوانی. و اکنون تفصیلات خبرها. شام یکم مای ساعت 20:00 تاجیکستان به قرقیزستان 10 شهروند آن کشور را که روز 29 اپریل در جریان مناقشه های مرزی دستگیر شده بودند برگرداند. خدمات مطبوعات والی ولایت بادکن با نشر نو عکس از این مراسم برگردانیدن اسیران خبر داد که آزادی این 10 ساکن دهه اینترنشنال با شمول رئیس این دهه میرزابک جمعبایف در نتیجه مذاکرات والی بادکن عمربک سوانلیف با رئیس ولایت سوخت تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده امکان پذیر شد. خدمات مطبوعات مأموریت بادکن در اطلاعش ساکنان آزاد شده را گروگان نامیده است. مقامات تاجیکستان به اسارت گرفته شدن میرزابک جمعبایف را رد می‌کردند. جانب قرقیزستان می‌گفت رئیس دهه اینترنشنال روز 29 اپریل زمان دستگیر شد که برای تفتیش خبر هلاکت 2 شهروند قرقیزستان به موضع ژلای دام در نزدیکی مرز با تاجیکستان رفته بود. مناقشه های روزهای 28 29 اپریل در مرز ولایت سوخت تاجیکستان با بادکن قرقیزستان پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در عموم در تاریخ همه مناقشه های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی شمرده می شود. وزارت تندرستی قرقیزستان که در سامانه رسمیش آمار آخرین قربانیان از جانب آن کشور را پیوسته نقل می کند خبر داد که تا صبح 2 مای شماره عمومی آسیب دیدگان از حساب شهروندان قرقیزستان به 179 نفر رسیده است. از این شمار 34 نفر کشته شدند. جانب تاجیکستان تا کنون آمار رسمی درباره شمار کشته شده ها و زخمی ها از این طرف را نشر نکرده است، ولی در مطبوعات تا این دم نام دست کم 16 شهروند تاجیکستان کشته شده در جریان مناقشه های اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نشر شد. به گفته منابع گوناگون حدود 100 ساکن دیگر تاجیکستان در جریان این مناقشه ها جراحت برداشتند. صحیفه نویه فرخار در فیسبوک خبر داد که روز 1 مای در فرخار جسد پرپرشق قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان اکبروف حسن سفرعلیویچ سال تولدش 1990 زاده دهه علاوالدین جماعت فرخار به خاک سپریده شد. به گفته شاهدان مرحوم اکبروف حسن سفرعلیویچ سانه 29 اپریل در نتیجه مناقشه های سرحدی با قرقیزها در جماعت واروخ در وقت حمایه نمودن رئیس نوعی اسفره بهاودین بهادرزاده که علکه از کتفش مجروح شده بود خود را سپر نموده در نتیجه از تیر سنایپر دشمن به هلاکت رسید. گفته می شود در خبر رئیس شهر اسفره بهاودین بهادرزاده روز 29 اپریل در دهه مرزی خواجه علا از تیر ساکنان دهه کوکتوش جراحت برداشته بود. گفته می شد که بهادرزاده برای مذاکرات آمده بود و وقتی تیر خورد که در انتظار رئیس نویه بادکن با ساکنان در نزد درگاه بعثی گلونای صحبت داشت. بهاودین بهادرزاده 45 سال داشته تازه ماه ینوری سال 2020 شهرداری اسفره تعیین شد. او قبلا در مقام معاون رئیس ولایت سوخت کار میکرد. حسن اکبروف اینک 16مین قربانی از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه های روزهای 29 و 30 اپریل در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است. در آن مناقشه دست کم 50 نفر به هلاکت رسیده بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان گفت در جریان مناقشه های اخیر در مرز ولایت بادکن با ولایت سوخت تاجیکستان 78 خانه، 2 مکتب، 1 باغچه کودکان، 1 اداره پلیس، 3 پاسگاه مرزبانی،
ده نقطه فروش سوزشواری و 8 مغازه و یک بنگاه طبی را آتش زدند. وزارت تندرستی قرقیزستان نیز درباره هلاکت 34 ساکن آن کشور و زخمی شدن 145 تن دیگر در جریان مناقشه در مرز با تاجیکستان خبر داده است. جانب تاجیکستان تا کنون آمار رسمی درباره حجم تلفات جانی و مالی این طرف نشر نکرده است، ولی از منابع گوناگون تا این ساعت هلاکت دست کم 16 نفر و جراحت برداشتن حدود 100 نفر تصدیق شده. ساکنان درباره آتش زدن دهها خانه و غارت چندین مغازه در دهه‌های خواجه اعلی، سامانیان، افچ قلچه خبر می‌دهند. خبرنگار تاجیک شاهناز کاملزاده که با یک گروه ژورنالیستان برای پیگیری تحولات اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در اسفره قرار دارد، با نشر چند ویدیوی کوتاه در فیسبوک خبر داد که یک گروه ریزاکاران در اسفره هر روز چند مرتبه برای سربازانی که در چارکو و دیگر منطقه های هممرز با قرقیزستان ادای خدمت میکنند هر روز چند مرتبه خوراک میارند. از جمله شام از اسفره برای سربازان روزدار افطار نیز تشکیل میکردند. همین طور ساکنان اسفره برای خریدن خوراک برای سربازان و زخمیان و آن ساکنانی که از منطقه های داغ به شهر کوچانده شدند یک صندوق خیریت تشکیل کردند. وضع در مرز اسفره با ناحیه بادکند قرقیزستان در پایان ماه اپریل بد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که سوختار شام 1 مای در نقطه فروش سوزشواری در محله اسپیچک 2 شهر دوشنبه 11 نفر جراحت سبک سوزش بدن گرفتند. وزارت گفت سوختار شام شنبه تخمینا ساعت 18:30 به عمل آمده 90 متر مربع را با بیش از 60 تن مواد سوخت فرا گرفته است. وزارت کارهای داخله رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری از سوختار را سبب این سوختار نامیده است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی چند ویدیو از محله سوختار و ترکش در محله اسپیچک نشر شده بود. در آن ویدیوها لحظه ترکیدن ظاهرا یکی از انبارهای مواد سوخت در این نقطه فروش سوزشواری نیز ثبت شده بود. گفته میشد برای فرو نشاندن سوختار در نقطه فروش سوزشواری در اسپیچک حدود 10 ماشین سوختار نشانی جلب شده. ماشین‌های یاری تعجیلی نیز به جای حادثه آمدند و حرکت به سوی محله زرافشان منع کرده شده است. دکانی که دچار سوختار و ترکش شد قبلا به شرکت امید 88 تعلق داشته در پهلوی مسجد همدانی جایگیر شده است. امید 88 یک شرکت زمان پیشتاز در بازار مواد سوخت تاجیکستان بود که رهبرش رجب علی اودینایف در سال 2017 و به 28 سال محکوم شد. خود اودینایف ماه مارس سال جاری با زخم معده از محبس به بیمارستان محله 1 سویتسک آوردند، ولی او در اول ماه اپریل در روی کت بیماری از دنیا گذشت. خبرنگار تاجیک سیوف میزروب روز 2 مای با نشر عکس تجمع صدها نفر در مراسم نماز جنازه ایشان قلیچ در سربند خبر داد که این روحانی شناخته ولایت ختلان از عالم چشم پوشید. سیوف میزروب ایشان قلیچ را یک تن از شاهستانهای مذهب حنفیه در ختلان زمین و جیان ایشان بلای بلجوانی نامیده است. درباره سبب مرگ ایشان قلیچ جزئیات دیگر گفتن نشده است. از اول ماه شریف رمضان این بار دوم است که از تاجیکستان درباره درگذشت روحانیان معتبرش خبر به دست می رسد. روز 13 اپریل در روز 1 رمضان داملا حکمت الله تاجیک آبادی یکی از مشهورترین از روحانیان سنتگرای تاجیک در سن 80 وفات کرد. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.